در پی سوختاری شامی 8 اکتبر در بازار مسالهی ساختمانی سیندیکای شهر مسکو بیش از 10 صاحبکار تاجیک زیان جدی مالی دیدند. زیانی رسیده به صاحبکاران تاجیک تا حال دقیق نیست، اما مطبوعات روسیه خبر داد که طبق حساب پیشکی ضرر سوختار 5 میلیارد روبل را تشکیل می‌دهد. بازار مسالهی ساختمانی سیندیکا در مسکو 150,000 متر مربع مساحت دارد. در نتیجه سوختاری که تخمیناً 16 ساعت ادامه کرد، سه بازار به کامی آتش رفت. حجم عمومی سوختار 55,000 متر مربع را تشکیل می‌کند. عملیات نجات ادامه دارد. ما 3,000 نفر را به جای امن انتقال دادیم. وضعیت کاملا زیر نظارت است. خبرگزاری ریا نوستی از زیان دیدن 2 نفر در پایین سوختار خبر داده است. برخی خبرگزاری‌ها شماره مجروحان را تا 4 نفر ارزیابی کردند. ابتدا ماشین ترکید و عملیات نجات شروع شد. مردم فکر کردند که این تمرین است. بعدا معلوم شد که سوختار به عمل آمده است. سوختار ناگهان از طبقه‌های پایان شروع شد. در یک وقت آتش از 3 سمت علنگه گرفت. نمیدانم، بعضی‌ها میگویند قصداً بازار را آتش زدند. هیچ امکان نداشت که سیندیکا در یک مدت کوتاه چنین آتش بگیرد. بازار مسالهی ساختمانی سیندیکا یکی از بازارهای کلان ساختمانی در پایتخت روسیه بوده و در آن حدود 100,000 دکان و فروشگاه جایگیر است. در پایین حادثه بیش از 3,000 نفر از جایهای کاری خود بیرون آورده شدند.